در کنار موزیم انتوگرافی اکادمی علوم، موزیم دیگر به نام حیدرزاد که در آن 200 اثر هنری استاد حیدرزاد به نمایش گذاشته شده افتتاح شد. این آثار مربوط به 3 دهه اخیر است و شامل مجسمه های تراشیده شده، نقاشی، مدال ها و دیگر آثار هنری می باشد که قبلا در امریکا و اروپا به نمایش گذاشته شده بود. استاد امان الله حیدرزاد روز چهارشنبه هنگام افتتاح این موزیم هنری گفت: از ما آثار تقریبا 200 آثار ده چه مجسمه سازی ده، نقاشی ده، هنر مندال ده، دیزاین ده. دغه زما آرزو و دیر کلو که زما آثار په کابل کې راشي. آقای حیدرزاد میگوید به هنر توجه بیشتر نیست، از همین خاطر کارهای هنری کمرنگ است. از سوی هم ثریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان میگوید خرسند هستند که این موزیم افتتاح شد و آنان تلاش دارند تا به هنرهای مدرن محل جداگانه ای را در نظر بگیرند. اکادمی علوم بتونه همونطوری که قبلا ما گفتم در قلب اکادمی علوم ای آثار ما حفاظت کردیم. اکادمی علوم پلان دارم در این موزیم اختصاصی اتنوگرافی یک تعمیر جداگانه را برای موزیم هنرهای مدرن پلان داره تعمیرش در سالهای آینده. به گفته خانم پوپل، ریاست افتخاری این موزیم را به بانوی اول کشور سپردند.